شمالیم روز ظهر عاشورا. خیلی جالبه، اولین بار شمالم تو ظهر عاشورا. بعد این صحنه رو نگاه چپ آمده. ببین گوشت‌خوابا رو تمیز میکنن، برمی‌دارن میرن برای غذا. خیلی با نمکه. اینو بده توی قاشق بگیرم. اول اونش میاد ترشیه و واگی. بعد ماشاءالله غذا داره میده ها با این جمعیت. لیجانی ها رو اینم قاشقا. پیازا ترشی هم تازه دارن اونجا. وقتی برگرد داد نگاه شمال اینجوری ها ترشی. سلام علیکم. تا حالا این سبکی نظری ندیده بودین نه؟ اینم خود غذا. بریز از خانم بریز دیگه الان مطل نکن. با خدا بدم هیچ چی جور بیبی چی جور بنیا برنج شمالی. نگار نسلی باشه. خوبش اینجاست که برنج ایرانیه کامل. بذار خورش چیزا می‌پیزه. بذارم فیلم بگیرم این خورش. نوش جانتون. سلامتی بده. نوش جان نوش جان. خانه ما وایسین برای من یه ذره خیلی کمتر خیلی کمتر. آره خب اون خیلی زیاد شد. یه ذره تعدیل بهم بده. به نگاه کن برنج ایرانی. دست درد نکن. اینم تعدیل داره خورش میریزه. اینم صحنه آخر. به به. اینم از نظری شمال. ببین غذاها رو با وانت داره میاره. خانم اجازه بدی. بشقابای خالی که ببریم بدیم بشورن. دارن میشورن. ببین دیگای خالیه. خسته نباشیم. این هم محله شده. خیلی جالبه. نازن نظر کمک کنیم. ماشاءالله. دیگای غذا هست که بار گذاشتن. ماشاءالله. عزتون بای ماموسه.
تمیز مرتب میشورن میرسن. خسته نباشید. ماشاءالله. خدایی خیلی مرتب و منظم و تمیز و ماشاءالله. بعد پربرکته و جمعیت رو ببینید. خیلی جمعیت زیاده و اون همه غذا و دید. آسمون هم دارین چند قشنگه. ببین تمیز میشورن میذارن اینجا. مردم جدید دوباره هی میان برمیدارن میخورن. بکنم تا شب غذا. اینم بشقابه.